اگه تو هم این مدل رژگونه رو دیدی ولی نمیدونی چجوری بزنیش، بیا بهت یاد بدم. رژگونه باید دقیقاً روی این استخوان گونه‌تون زده بشه. پس اول با یه رژگونه مایع میای روی این استخوان گونه‌تون دقیقاً رژگونه‌تو میزنی تا وسطای چشمت میاریش. این رژگونه رو همینجا سر جای خودش بلند میکنی. کانسیلرتو بردار، فقط و فقط اینجا که بهت میگم بعد کانسیلر بزنی جلوی چشمت یک نقطه کانسیلر بزن. این کانسیلرت هم دقیقاً سر جای خودش باید بلند بشه. با یه براش و پودر فیکس فقط همینجا که کانسیلر زدین رو یک مقدار کم خوش کنید. برای خوش کردن رژگونه‌تون هم میتونید از توناژ صورتی استفاده کنید، هم توناژ یاسی که دیگه اون بسته به سلیقه خودتون. من با این رنگ صورتی میام روشو خوش میکنم. همون براشی که پودر فیکستون رو زدید با همون میایین خط و مرز بین این دو رنگ رو محو میکنید.